آیتم جادویی جدید کلش آف کلنز. همونطور که توی تصویر میبینید قرار این آیتم جادویی بسیار زیبا رو توی آپدیت بعدی کلش آف کلنز داشته باشیم که اسم این آیتم جادویی شربت دلاوری هستش که ویژگیش مخصوص هیروهای گیم هستش. و همونطور که میدونید ما توی کلش آف کلنز همیشه یه مشکل خیلی بزرگ داشتیم، اونم این بوده که تایمی که میومدیم هیروهای خودمون رو میزدیم برن لول بعدی نمیتونستیم ازشون استفاده کنیم تا وقتی که حالا ارتقاشون تموم بشه و کارگر آزادشون کنه. ولی وقتی شما شربت دلاوری رو داشته باشی میتونی با استفاده از این آیتمه 3 بار در حالی که هیروها در حال ارتقا هستن ازشون استفاده کنی و بری باشون اتک بزنی. به نظر من که این آیتم جادویی جدید خیلی خفن و کارآمده. نظر شما چیه؟ راستی همونطور که میدونید آیتم‌های جادویی توی کلش آف کلنز فقط میشه از صندوق‌های شانس دریافت کرد که شما میتونید توی گیم از صندوق‌های کمیاب یا حماسی این آیتم شربت دلاوری رو دریافت کنی، ازش استفاده بکنی. راستی من آرکسمو درباره کلش آف کلنز تولید محتوا میکنم. اگه دوست داری جزو اولین نفراتی باشی که اخبار گیم رو دریافت میکنه، حتما این ویدیو رو لایک کن و پیج ما رو فالو کن.